ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم پنجم، گفتار 120. تاریخ انقلاب فکری در بخارا. مکتب اول به اصول صوتیه در بخارا. اگرچه پیش از این ملا جوربای در بخارا مکتب گشاده بود، به افکار عمومی تأثیری نکرده زود محو شد. مکتب تاتارها نیز برای به زبان ترکی تاتاری بودن مکتب بخارا حساب نمی یافت. بنابراین مکتبی را که در صدد بیانش هستیم مکتب اولی بخارا می نامیم. در سنه 1326 هجری 10 ماه شوال در گذری دروازه سلاخانه به زیر اداره میرزا عبدالواحد منظم در خانه میرزای مذکور اول بار به زبان فارسی برای اطفال بخارا بسم الله گفته مکتب اصول صوتیه گشاده شد. طلبه روز اول در این مکتب عبدالرحمن بیک نام پسری عبدالله بیک دلال و عبدالغنی نام خدمتکاری عبدالله بیک مذکور بود. بعد از 2-3 روز افضل و اکرم نامان پسران احمد جان مخدوم حمدی که از شریک درسان ما بود و عبدالرحیم بیک پسری حاجی عبدالستار دلال نیز در این مکتب قید شدند. به تدریج تا عید قربان همان سال عده طلبه به 12 نفر رسید. اما طریق تعلیم در نهایت درجه بی ترتیب بود، زیرا هیچ کدام ما متشبثان این کار به روش تعلیم وقوف نداشتیم و کتابی هم به دست ما نبود که به خود رهبر اتخاذ کنیم. فقط سرمایه ما شوق و محبت و خلوص نیت بود. همین قدر می دانستیم که منبع روش تعلیم تاتارستان است، اما از بودن مکتب تاتاران در بخارا خبری نداشتیم. فقیر برای استحصال معلومات و کتاب به نظام الدین تاتار که در بخارا مغازه بزازی داشت مراجعت کردم. ممیله از مراجعتم اظهار ممنونیت کرده از مکتب تاتاران که در حولی خلید برناشوف بود اطلاعم داد. از این اطلاع زیاده خرسند شده یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم گویان به زیارت مکتب مزبور شتابان شدم. مکتب را زیارت نموده با معلم عبدالرحمن سعیدی تاتار ملاقات کرده عرض مدعا نمودم. معلمی مذکور به ممنونیتی تمام خواهش مرا به حسن قبول گرفته رهبری کردن را وعده نمود. در کرت دوم میرزا عبدالواحد، حامد خواجه و احمد جان مخدوم را نیز با معلم عبدالرحمن ملاقات کناندم. از همان روز اعتباراً در تنظیم مکتب کوشیده در بین خودها تقسیم اعمال نمودیم به این طریقه: فقیر از مکتب تاتاران معلومات گرفتن و ترجمه نمودن کتاب‌های مکتبی را متصدی شدم. میرزا عبدالواحد به طریق دوام به تعلیم مقید شد. حامد خواجه گاهی به میرزا عبدالواحد یارمندی کردنی شد. احمد جان مخدوم هم گاها به مکتب میرزا عبدالواحد، گاها به مکتب تاتاران وارد شده مداوره افکار کردنی شد. خلاصه فقیر هر روز 1 ساعت 2 ساعت
به مکتب تاتاران مباشر شده هر معلوماتی که از اینجا گرفته باشم به مکتب میرزا عبدالواحد رفته تطبیق می کناندم. چند نفر از اطفال بخارا چنانچه در صفحه های بالای این دفتر گذشت به مکتب تاتاران دوامت داشتند. از بس که معلمی تاتار و کتاب‌های مکتب همه به زبان ترکی تاتاری بود، به اطفال بخارا بسیار مشقتی می کرد. لذا به خواهش عبدالرحمن سعیدی درسی هر روزه را برای شاگردان بخارایی به فارسی ترجمه می کردم. به تعلیم آنها به صفت ترجمانی به معلم یارمندی نیز می نمودم. هر چیزی که به مکتب تاتاران ترجمه شده تطبیق می یافت به مکتب میرزا عبدالواحد برده تطبیق می کناندم. رساله تجوید که به نام ترتیل القرآن تعب یافت، یک قسم تهذیب الصبیان و یک قسم ضروریات دینیه از ترجمه و تطبیق یافتگانی همان روز هاست. روزی ما آن روز بود، ایام آن ایام بود. چون به معلم عبدالرحمن سعیدی رابطه ما زیاد شد، ممیله به تربیه و تنویر افکار ما می کوشید. هر روز بعد از فراغ تعلیم به حجره فقیرانه کمینه در مدرسه کوکلتاش می آمد، کتاب‌های تازه برآمد و رساله‌های نافعه را آورده مطالعه نموده به ما تفهیم می کرد. کتاب و رساله‌هایی که در باب تربیه و تعلیم در روسیه و استانبول تحریر و طبع یافته بود به ما مطالعه می کنند. فقیر و احمد جان مخدومی حمدی را به جریده وقت و مجله شورا مشتری کنند. در ذکر احوال سنه 1326 این را باید از خاطر نبراریم که همان سال در مملکت ترکیه انقلاب واقع شده، در مرکز خلافت اسلامیه مشروطیت و حریت اعلان یافت. به این مناسبت جریده و مجموعه های علمی، دینی و اجتماعی حر افکار در استانبول نشر یافته به تنویر افکار عالم اسلام خدمت می کردند. از این جمله مجموعه صراط مستقیم که مجموعه علمی و دینی بود در استانبول به زیر اداره علمای بزرگوار دینی نشر می شد. نسخه های سال اول این مجموعه را به واسطه عبدالرحمن سعیدی از میرزا عبدالقادر پسر میرزا محی الدین گرفته به مطالعه‌اش مشرف شدم. این مجموعه چنان مکمل و چنان مطابق قرآن و حدیث بود که یک بار مطالعه کردنش به تنویر افکاری مثل ما پریشان روزگاران کفایه می کرد. کریم سعیدی نام در وقت تحریر 1336 در پترگراد به محافل رسمی و غیر رسمی از طرف جریده ایل مخبر است. برادر عبدالرحمن سعیدی همان سال در بخارا بود. ممیله به واسطه برادرش به ما معرفه پیدا کرد. اکثر شبها به حجره فقیر آمده تعلیم لغات ترکی و تاتاری می کرد. اصطلاحات جراید را ایضاح و بیان می نمود. از جغرافیا و تاریخ معلومات می داد و گاها به مکتب میرزا عبدالواحد رفته در باب تنظیم مکتب اجرای فکر می کرد. محمد نقیب تونتاری پسر ایش محمد تونتاری مشهور نیز همان سال در بخارا به مدرسه کوکلتاش به جوار فقیر استقامت داشت. ممیله طالب علمی رشید و منور الفکر بود. این نیز به فقیر مخالطت کرده از جنجال‌های جدید و قدیم مسلمانان روسیه صحبت کرده در باب احتیاط و تدبیر به ما القای فکر و توصیه می نمود. برای به خوبی ایضاح یافتن غوغای مکتب در بخارا به طریق اجمال غوغاهای جدید و قدیم مسلمانان روسیه و اسباب آن را بیان کردن لازم است. در سنه 1326 هجری در بین مسلمانان روسیه
مکتب اصول صوتیه خوب ترقی و رواج یافته بود. در اکثر شهر و قشلاق‌ها مکتب‌های منتظم گشاده شده، در بعضی مدرسه‌ها انتظام در آمده، بعضی مدرسه‌های به ترتیب نو نیز ایجاد یافته در رواج بودند. از این جمله مدرسه حسینی، مدرسه محمدیه، مدرسه بوبی، مدرسه عالیه دینیه خیلی شهرت پیدا کرده بودند. از یک طرف علمای متعصب و پیروان ایشان از عوام سرًا و علانیتاً آشکارونی هم در مقابل مکتب‌های نو برخاسته هر روز یک آشوب و غوغا برپا می‌کردند. به سری مکتب‌ها و معلمان و ترقی خواهان هر ساعت یک قضا می آوردند. اجمالی اسباب این غوغاها این است که چون مکتب و مدرسه هایی به ترتیب در میان اهالی شیوع یافتن گرفت، طلبه و اولیای اطفال از مکتب و مدرسه های کهنه نفرت پیدا کردند. در محافل و مجالس مدح و ثنای مکتب های نو را می کردند. دلیلشان را که عبارت از منفعت بردنی بسیار در فرصت اندک باشد مشاهد و محسوس بود، کسی انکار کرده نمی توانست. کسانی که از علما و عوام محاکمه نداشتند و به خواهش طبیعت به هر چیزی تازه و نو برآمد مخالفت می کردند، در مقابل مداحان مکتب‌های نو با عکس حرکت در تعصب شدت می کردند. ترقی خواهان به واسطه جراید و زبانی مردم را به اعانات در مکتب‌های نو دعوت می نمودند. به واسطه جمعیت‌های خیریه و سایر وسایط صدقه و اعانه از مردم جمع کرده به تربیت اطفال مسلمین صرف می نمودند. زکات که حضرات علما و مشایخ دیر سال باز حق حلال خود می دانستند و برای استحقاق پیدا کردن به زکات مال و اشیای خود را به افراد عائله خود بخشیده، خیش را در ظاهر شرع مسکین و فقیر به قلم می دادند، بسیارتر به جمعیت‌های خیریه و در تربیت اطفال فقرای مسلمین راجع می شد. چون حال بدین منوال رسید، حضرات علما و مشایخ، مستور مباد که مراد از علما و مشایخی که در این جاها ذکر می یابد ذوات متعصب و منفعت دوستند، اما از جمله علما و مشایخ حقانی یک فرقه بزرگ همیشه در باب ترقی مکاتب می کوشیدند و از غیر استحقاق به زکات دست نمی زدند و برای ترقی خواه بودنشان به مناسبت‌های فوق الطاقه گرفتار گردیدند. ایشان همیشه مستثنا و تاج سری ملت بودند و هستند. جنجال اقتصادی و مالی و جاهی خود را به لباس دعوای دینداری و پرهیزکاری به نظر عوام به قلم داده در میدان مبارزه درافتادند. بعضی کسانی را که تربیت دینی و ملی نادیده به مکتب‌های اجنبی تربیت یافته بودند یا مطلقاً تربیت ندیده فاسد الاخلاق و بیباک بودند، در نظر عوام مثال آورده می گفتند که آخر رفته رفته فرزندان شما هم مثل اینها خواهند شد. در باب حرام بودنی مکتب‌های نو عبارت‌های عربی یافته روایت‌های شرعی ایجاد می کردند. مصداق دجال و امثالش که در کتاب‌های اخبار ذکر یافته است همین ترقی پرورانند می گفتند. از بس که انقلاب سیاسی مملکت روسیه که بعد از محاربه ژاپن واقع شده بود فی الجمله تخفیف یافته، حکومت یک درجه سررشته کار را به دست خود گرفته در پی تأدیب و تنبیه متهمان سیاسی برخاسته بود. متعصبین از این وسایط نیز استفاده کردنی شده ترقی خواهان را متهم سیاسی به قلم داده به حکومت سعایت می کردند. جمعیت‌های خیریه و علمیه را جمعیت‌های سیاسی می شمردند و می گفتند اینها جریده‌های ترکی می خوانند و به عهد سیاست ترکیه
رابطه دارند و کذا و کذا. مختصر، به اغوای متعصبین، عوام به نام دینداری به ارباب ترقی در هر گوشه ولایت به دست و زبان هجوم می کردند و فحش می گفتند و بهانه مکتب ها را ویران می کردند، معلمان را می زدند. از طرف دیگر ارباب حکومت و پلیس با سعایت متعصبین هر روز در هر کجا ترقی خواهان را تفتیش و حبس می کردند، مکتب ها را می بستند، معلمان و محرران را نفی و طرد می نمودند. خلاصه در مملکت روسیه احوال بدین قرار بود که در بخارا نیز مسئله مکتب برپا شد. ما مکتب خواهان بخارا نظر به خلوص نیت خود در اصلاح مکاتب و اجرای اصول صوتیه از طرف مسلمانان ممانعت را اصلا در خیال نمی گذراندیم و می گفتیم که نیت ما خیر و صلاح است و از اصلاح مکاتب غیر نفع مسلمانان دیگر چیزی به وقوع نمی آید. هر مسلمان، خصوصا صنف علما، این مکتب نمونه ای را که ما خالصا لله ایجاد می کنیم هرگاه بینند تحسین و تقدیر خواهند کرد. به کاری که موافق شرع شریف و منفعت مسلمانان است البته یارمندی خواهند نمود. چون در خیال ما سیاسیات و در اداره حکومت تداخل کردن نبود، ممانعت حکومت را نیز هرگز گمان نمی کردیم. غرض ما که به خلوص نیت تربیت اطفال مسلمین و یاد دادن چیزهای دینی و دنیوی به طریق آسان بود، به خاطر می گذشت که آن همه آشوب‌هایی که در روسیه واقع شد در بخارا واقع نخواهد شد. اما از آنجا که تاریخ عبارت از تکرر وقوعات و همان غرض شخصی و منفعت دوستی در بخارا نیست به زیادات شریفه موجود. علاوه بر اینها عمومی اهالی بخارا از عمومی اهالی مسلمانان روسیه بیخبرتر و غافلتر بودند. عقل و منطق حکم میکرد که البته در این باب به مبارزه و مجادله ها خواهیم افتاد. بنابراین ملاحظه در ذمه ما وظیفه بسیار بزرگی افتاده بود. باید که ما به مکتب آهسته آهسته طلبه جمع کرده مکتب را به اهالی اشاعت می دادیم. هم باید که به تدبیر و ملایمت کسی را که به عناد و مقابلت برمی خیزد ساخت می کردیم. این وظایف حقیقتاً از قوت و طاقت ما 2-3 نفر بیرون بود. مع ذالک متوکلان علی الله هرچی باداباد یا تیب قالغنچه آتیب قالگویان به کار شروع کردیم. زیرا خود را در ایام جهالت و غفلت اگرچه 1 درجه معذور می داشتیم، مادام فی الجمله انتباه روی داد. به قدر قوت ادای وظیفه ناکردن را وجدان قبول نمی کرد. از سفالت اطفال مسلمین در مکتب‌های کهنه دیده و دانسته چشم پوشیده به کنج خوابیدن را مخالف شیمه انسانیت و اسلامیت می دانستیم. غرض میرزا عبدالواحد به حرص و اشتیاقی تمام به تعلیم دوامت می کرد. مکتب هم در میان اهالی شهرت پیدا کردن گرفت. بعضی اولیای اطفال که از خط و سواد نبرآوردن فرزندانشان خونی جگر بودند و سراغ و پای مکتب را آمده دیده 2 ماه استفاده شاگردان این مکتب را مشاهده کرده و اخلاص و عقیده تمام فرزندانشان را به این مکتب آورده قید می کردند. در ایام بهار به مکتب تاتاران امتحان عمومی ثانوی شد. در مجلس امتحان اولیای اطفال تاتاران و بخاریان حاضر بودند. از مکتب میرزا عبدالواحد نیز 1-2 نفر شاگرد را حاضر کرده شد. مجلس امتحان به خوبی گذشت. شاگردانی اصلا مکتب نادیده در ظرف 6 ماه
خطشناس و خط نویس شده بودند. قرآن را موافق تجوید می خواندند، ارقام حساب را می شناختند و می نوشتند. معلوماتشان را به جسارتی تمام در نظر اهل مجلس نشان می دادند. در وقت تنفس به حضور اهل مجلس از 2 نفر شاگردان مکتب میرزا عبدالواحد نیز بعضی چیزها را امتحان کرده شد. به همین مناسبت از احوال مکتب میرزا عبدالواحد به اهل مجلس قدری معلومات داده شد. از همین روز اعتباراً مکتب میرزا عبدالواحد شهرت پیدا کرد. غرض مکتب تاتاران تعطیل شده، عبدالرحمن سعیدی به ولایت خود سفر کرد. از بس که به مکتب میرزا عبدالواحد طلبگان به تازگی جمع شده بودند، این تابستان تعطیل کردن را مناسب ندیده تا ماه شعبان دوامت کناندن را مقرر کردیم. همین تابستان حامد خواجه مهری و عثمان خواجه پسری مولا خواجه که یکی از طلبه های برشت بخارا بود، در باغچه سرای و استانبول برای دیدن مکتب های اصول صوتیه و معلومات گرفتن از مکتب های منتظم سفر کردند. چون مکتب میرزا عبدالواحد شهرت پیدا کرد و مردم زیاده رغبت کردند، رغبت مردم را دیده در خلاف و مقابلت مکتب نو نیز حرکت پیدا شدن گرفت. اول کسی که از ملایان به خلاف مکتب نو در بخارا برخاست ملا قمر قزانی مدرس بود. ممیله از اختلاف‌های جدید و قدیم مملکت روسیه کما هو حقه واقف بود. بیش محمد تونتاری متعصب مشهور همیشه مخابره داشت. خود طبعاً مردی فساد پیشه و فتنه انگیز و جاه پرست بود. علاوه بر اینها میانه ملا قمر و سایر تاتاران، خصوصاً ملا نظام ثابتی، برای یک مسئله که تفصیلش در اینجا لازم نیست اختلاف پیدا شده بود. چون ملا نظام معین مکتب نو بود، ملا قمر بالطبع برخلاف مکتب برخاسته علما را در ضرر مکتب دعوت و دلالت می کرد. ملا قمر مردی ریایی متملق بود، بنابراین در مجالس علما و عوام خرد و بزرگ راه داشت، به هر کجا بر ضرر مکتب صحبت برپا می کرد. فقیر از این واقعات سخت مضطرب شده بودم. به هر مناسبت پیش علما می رفتم. هرگاه در خلاف مکتب سخن می رفت، به قدر قوه و مساعده مجلس مکتب را مدافعه می کردم. بعضی از طلبه های مدرسه و شریک درسانم را که صاحبان علم و ادراک بودند به طریق سیر به مکتب آورده طلبه ها را خواننده نشان داده محسنات مکتب را بیان می کردم. به همین وسایط در رفع سوی شهرت می کوشیدم. از بس که هنوز اختلاف بزرگ نشده و شعله معاندت بالا نگرفته بود، این مدافعه های جزئی امثال فقیر خیلی نافع می افتاد و یک درجه آتش فتنه را تسکین می داد. روزی در خدمت استادم دام الله حاجی محمد اکرام مفتی وارد شدم. ممیله در اثنای صحبت گفتند که می شنوم میرزا عبدالواحد مکتب داری کرده است. آیا راست باشد؟ میرزا عبدالواحد مردی فاضل بود. عجبا، چرا مکتب داری کرده است؟ در بخارا به مکتب و مکتبدار یعنی معلم عجب اعتقادی هست. هر ملایی که از دستش کاری نآید و فضل و کمالی نداشته باشد باید که مکتب داری کند. ملایی که فی جمله عقل و ادراک دارد باید سری کاری دیگری را گیرد، مثلا زواری و صلاتخانی. این عقیده در افکار عمومی چنان رسوخ پیدا کرده است که مثل حضرت دام الله آدم فاضل یکم بخارا تعجب فوق را کردند.
بنده در جواب عرض کردم: آری، میرزا عبدالواحد مکتب دار شده است، لیکن مکتب و مکتبداری او مثل مکتب‌های معروف و مکتب‌های معلوم نیست، بلکه به اطفال به طریق آسان قرآن را با تجوید تعلیم می کند، خط را با املا یاد می دهد، ضروریات دینیه و اذکار نماز را راست و نیکو حفظ می کند، طهارت و نماز را عملی موافق سنت تعلیم می کند، 4 عملی حساب را مشق می کند. همین فرزندی شما عبدالرحمن مخدوم آن وقت 13 ساله بود، مکتب خواندند، حاضر درس می خوانند، معلوم نیست خط داشته باشند و معلوم است که از کار نماز را خوب نمی دانند. میرزا عبدالواحد محض به جمعیت دینیه این نقصانات را از مکاتب رفع کردنی شده مکتب داری را التزام کرد. حضرت دام الله در این جواب خیلی متفکر شده فرزندشان عبدالرحمن مخدوم را که در صحبت حاضر بود به خواندن اذکار نماز امر فرمودند. مخدوم ثنا و تشهد را با غلط بسیار خواند، اما قنوت را ندانست. حضرت دام الله از بس که مردی کم تعصبی منصف و بی نفاق بودند بسیار متأثر شده گفتند: این فرزند مرا باید چندگاه به مکتب میرزا عبدالواحد دوامت کنانی. هرگاه که چیزهای لازمه را یاد گرفت پس از آن درس می‌خواند. از بس که عبدالرحمن مخدوم از زندان یعنی از مکتب کهنه به تازگی خلاص یافته بود، مکتب نمیروم گفته گریه آغاز کرد. فقیر به لطایف الحیل و ملایمتی تمام به مخدوم گفتم که شما 1 درجه به رفاقت فقیر به این مکتب سیر کنید و بر چشم خود بینید. اگر مکتب مقبولتان افتد هر روز 1 ساعت 2 ساعت می روید. اگر مثل مکتب کهنه باشد و به شما مقبول نشود فردا نروید، اختیار دارید. به این سخنان مخدوم را فی الجمله تسکین داده همان روز به مکتب بردم. چون مخدوم نشست و برخاست اطفال را دیده خط و حساب مشق کردنشان را مشاهده کرد و ملایمت معلم را معاینه نمود، به دوامت نمودن به مکتب راضی شد. حاضر مخدوم تجدد پروری مفید و محرری زبردست است و امضای مفتیزاده مقالات نمایان می نویسد. از بس که مخدوم صاحب ذهنی بلند بود، به 2-3 روز از شاگردان مکتب تفوق پیدا کرد. حضرت دام الله به اندک فرصت استفاده های نمایان مخدوم را دیده پسری بزرگشان را که حبیب الله نام و 33 ساله بود بعد از 18 سال به انهای مختلفی تعلیم کناندن از خط و سواد براریش مایوس شده و پیشه صحافی مانده بودند نیز به مکتب فرستادند. این مخدوم که همه کس خط و سواد برآوردنش را ممتنع قرار داده بودند در ظرف 2 ماه خط شناس و خط نویس شد. از بس که دستش به قوت و انگشتهایش رسا بود خط را بسیار زیبا می نوشت، به حدی که خوشنویسان تحسین می کردند. بعد از این حادثه حضرت دام الله در مکتب نو زیاده مخلص شدند. مکتب نو در باب تعلیم هر چیز خاصه در خط و سواد براری حکم ایجاز و خارق العادگی را دارد می گفتند. خلاصه تا آخر ماه ربیع الثانی 1327 هجری 30 نفر طلبه به مکتب حاضر شدند. تا وقت امتحان 1 ساله طلبه تازه ناگرفتن را مقرر کرده به تعلیم و تربیت همین 30 نفر به جد و جهد تمام کوشیده شد. شما گفتار 120 را از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمخلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.